درود بر شما دانش آموزان عزیز. امروز هم می‌خوایم با هم درس دوم مطالعات پایه ششم رو شروع کنیم. درس آداب دوستی. پیدا کردن دوست آسان است، اما نگهداری از آن مشکل. آیا تا به حال این ضرب‌المثل رو شنیده بودید یا معنی و مفهوم اون رو می‌دونید؟ به نظر من این ضرب‌المثل میخواد به ما بگی که ما به سادگی میتونیم دوست پیدا کنیم، اما نگهداری از اون دوست، نگه داشتن اون دوست بستگی داره به اخلاق و رفتار ما. ممکنه ما این دوست پیدا کنیم، یه دوست خوب پیدا کنیم، بعد یک ساعت بعد دوستیمون به هم بخوره و گاهی هم یه دوست پیدا میکنیم و تا آخر اون دوستیمون پابرجا باقی میمونه. این درس در رابطه با آداب دوستی میخواد صحبت کنیم که چگونه با دوستانمان رفتار کنیم. حفظ و نگهداری دوستی یک موضوع مهم است. به نظر شما چه رفتارهایی موجب به هم خوردن دوستی ها و ایجاد ناراحتی میشه؟ خودتون بچه‌ها فکر کنید که اگه دوستانتون باهاتون چه رفتاری بکنن از اونها ناراحت میشید و دوستیتون رو با اونها برهم میزنید. یه نمونه رو اینجا آورده. به نظر من دروغگویی و بداخلاقی و گفتن عیب دوست به دیگران باعث به هم خوردن روابط دوستی و ایجاد ناراحتی میشه. این نظر ایشون بود. شما هم حتما نظرتون رو بهش فکر کنید و یادداشت کنید. این کارها باعث آسیب رساندن به رابطه دوستی میشه. مثل چه کارهایی؟ بدبینی نسبت به یکدیگر، دروغ گفتن، درک نکردن یکدیگر، بداخلاقی و بی‌ادبی که بسیار هم مهمه و باعث آسیب رساندن به رابطه‌های دوستی میشه. رازدار نبودن. وقتی که یک دوستمون میاد پیش ما یه رازی رو میگه، اگه ما رازدار نباشیم و بریم پیش بقیه همون راز رو بگیم، دوستیمون قطعاً برهم بخوره. خود بزرگبینی و فخر فروشی. گذشت نداشتن. در روابط دوستی بچه‌ها گذشت یک موضوع بسیار مهمی که باید حداقل یکی از اون طرفین گذشت داشته باشه. توصیه‌هایی برای پایداری روابط دوستی. به دوست وفادار باشیم و در غیاب دوستمان هم از او دفاع کنیم. کاری نکنیم که دوستان ما به خاطر خواسته‌های ما به دردسر و زحمت بیفتند. یه وقتی که انتظاری از دوستمون نداشته باشیم که یک کاری به اون بسپاریم و اون دوستمون به دردسر و زحمت بیفته. اگر خطایی از دوستمان دیدیم عیب‌جویی نکنیم، بلکه با رفتار محبت‌آمیز در خلوت به او تذکر بدهیم. دقت کنید که بچه‌ها به هیچ وجه در جمع عیب دوستتون رو بیان نکنید. حتما در خلوت بهش تذکر بدید و اونم با رفتاری محبت‌آمیز. اگر دوستمان کار اشتباهی انجام داده است و عذر می‌خواهد، او را ببخشید. با یکدیگر با احترام برخورد کنید و بیش از حد شوخی نکنید. دقت کنید که بچه‌ها شوخی بیش از حد موجب برهم خوردن رابطه دوستی میشه. در مسائل مشکلات با هم احساس همدردی و خیرخواهی داشته باشیم و به هم کمک کنیم. اگر دوستمون مریض شده به عیادتش بریم. اگر خانواده‌اش مریض شدن یا مشکلی دارن بهش کمک کنیم، باهاش همدردی کنیم. حد و مرز دوستی. هر چیزی حد و مرزی دارد. اینو بارها شنیدید که میگه هر چیزی حد و مرزی دارد. خب این یعنی چی؟ دوستی ها هم اون حد و مرز مشخص دارن که اگر از حد خود خارج شوند مشکلات به وجود میارن. پس ما باید حد و مرز دوستی رو رعایت کنیم. بعضی از دوستان خیلی به هم وابسته میشن، به طوری که حتی اگه یه روز همدیگه رو نبینن ناراحت میشن. این نوع وابستگی بیش از حد به دوست آرامش روانی افراد رو برهم می‌داره و
به همین دلیل که ما باید از دوستی‌های افراطی بپرهیزیم و حد و مرز دوستی رو رعایت کنیم. موضوع بعدی که خیلی هم مهمه و بسیاری از انسان‌ها حتی در بزرگسالی هم نمیتونن اون رو رعایت کنن و به همین دلیل که به دردسر و مشکل میفتن، موضوع نگفتن. گاهی در روابط با دوستان یا حتی بزرگترها موقعیت‌هایی پیش می‌آید که افراد از ما درخواست‌های نابجا دارند. به نظر شما در این شرایط ما باید چه کاری انجام دهیم؟ خب مشخصه، باید نگفتن رو بگیم. در این موارد ما با اینکه میل نداریم خواسته آنها رو بپذیریم، برای ما خیلی سخت است که با آنها نبگیم. چرا؟ چون اون دوستمون نمی‌خوایم بهش نبگیم. ممکن است احساس کنیم که با نگفتن آنها از دست ما ناراحت میشن یا از اینکه نظر واقعیمون رو بخوایم بگیم خجالت بکشیم. گاهی هم تصور میکنیم که اگر به آنها نبگوییم ما رو مسخره میکنن یا فکر میکنن که ما بچه هستیم. حالا یک نمونه واقعی از نگفتنم توی کتابتون آورده، در صفحه 17 کتابتون نمونه واقعی نگفتن. رضا و مجید در خانه احسان رفتن در خانه احسان و از اون میخواهند که همراهشون به پارک برود تا با هم بازی کنند. احسان میگوید مادرم برای خرید از خانه بیرون رفته و از من خواسته است تا مواظب برادر کوچکم باشم. دوستان احسان بازم اصرار میکنن و حتی به اون میگن خب برادرت هم به پارک بیاد. اما احسان قاطعانه و محترمانه میگوید نه بچه‌ها، دلم میخواد با شما بازی کنم ولی امروز نمیتوانم بیایم چون باید به حرف مادرم گوش کنم. این هم که از نمونه‌های واقعی نگفتن بود. وقتی کسی از شما چیزی یا کاری را میخواهد که به نظر شما نادرسته، باید قاطعانه و محکم نبگویید و خجالت هم نباید بکشید از اون نگفتن، ولی محترمانه باید بگید. و اگه هم لازم دونستید دلیل نگفتن رو هم بگید. امیدوارم موفق و پیروز باشید و از این درس بهره کافی برده باشید و یاد گرفته باشیم که آداب دوستی رو رعایت کنیم و همچنین نگفتن رو هم در مواردی که میدونیم اون کار به صلاح ما نیست و موجب دردسر برای ما میشه، نگفتن رو هم یاد بگیریم و عمل کنیم. امیدوارم موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.